خیر و سخاوت به کودکان یتیم و نفران نیازمند و کمبزاعت یکی از خصلت‌های نیک انسانی است که راه اندازی می‌گردد. کمک رساندن به آنها یکی از ارکان مهم اسلام بوده. در این کار ثواب مقامات دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌های غیر حکومتی و شخصان سخاوت پیشه و همت بلند به قدر امکان خود باید به طور همیشگی سهمگذار باشند. در این روند یکی از سمت‌های اساسی سیاست رهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان غمخواری به فرزندان یتیم و عائله‌های کمبزاعت میباشد. از جانب صاحبکاران وطن دوست به باشندگان خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان دهه‌ای بتاش شهر ترسونزاده با تشکیل نمودن دسترخوان ایدانه یک برنامه کنسرتی پیشکش باشندگان شد. ما در همه ایدای دولتی جشن‌ها در این مؤسسه‌ها کارمندان اگنتی سردار ریاست و شعبه را راه اندازی میکنیم که آمده قطعی باشند و یک صحبت داشته باشند، سطح و صفت خدمت رسانی یک از پیش بینند، تبریکات ها میکنند. ما همه وقت ما قطعی باشنده و قطعی کارمندان همیشگی در صحبتیم و اینم باشد فقط با یک مقصد، با مقصدی بازم تقویت بخشیدن به بهتر سازی و بلندبرداری سطح خدمت رسانی اجتماعی. باید گفت که تا امروز از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران، تشکیلات و مؤسسه‌های شهر ترسونزاده، کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینیوم تاجیک و صاحبکاران شهر دوشنبه به خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان موادهای خوراکه و لباسهای زمستانه به طور دائمی کمک رسانده شده است. ماموریت خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان امروز کوشش می‌نماید که همیشه در تلاش غمخواری این باشندگان باشد. دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت غمخواری نسبت یتیمان و بی‌پرستاران در فعالیت خانه پیرانسالان اجرای خود را یافته است.